روزه میگه چخل فرض شد. برای چی ما 3 روزگی بکنی؟ ایلا اگر همین کار کنی تو جا چه گفت بیا. نفس میگه جوش نجنبید. عقیب‌تر انتظار اخلاقات بام دی معاذن میشویم. انتظار انشاءالله فرو رفتن آفتاب مبارک بشویم. الله پرده های آسمان میکشاید. انتظار فرمانی الله شد. الله سبحانه تعالی میبیند ما و شما را. خرسان میشید. صدقات فطر شما میگن مثل بانی است، حمام است. خیلی که آدم میدرد در حمام تمام چیرک تازه میشوید، همه روزه هم صدقاتش انمو چیرکای روزت تازه میکنه. این امضا راهبرای ما و شما نیست الله تعالی کند بیچاره کم مغلان امروز حکومت. روزداران ای خوشا بر حالتان، عرش آن در حسرتی اقبالتان. روز تکلیف برای انبیا، ترک آسی بندگی فخری ماست. روز تکلیف برای انبیاست، ترک آسی بندگی فخری ماست. شأن هر مومن نباشد این مقام، مسلمین بس بر شما باشد سلام. شأن هر مومن نباشد این مقام، مسلمین پس بر شما باشد سلام. صف به صف آید ملائک سویتان، تا که لذت ها براید از بویتان. صف بر صف آید ملائک سویتان، تا که لذت ها برن از بویتان. روز بو میکنی، حتی ای که بوی دهنی ما و شما نزد الله هم از عطر و مشک و عنبر بالا میستاده است. انسان که کار کنه تش نموند بوی سوختگی میبرد نزد مردم، نیکی نزد الله چی برست؟ از مشک و عنبر هم بالا میستاد. انشاءالله خدا خواهد هر بوی خوش میکنی الله راحت میکند، فرشته ها راحت میکند. صف در تماشای ما شما است. انشاءالله وقت هم شده است عزیزی من، خدا فرصت یا سیاحت باشد جمعه دیگر انشاءالله خدا خواهد با عزیزان هم صحبت میشیم با انشاءالله سخنی خدا و پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله علیه وسلم. خدا خواهد بس هم شما رساندن حرکت میکنیم، لیکن هممون خدا خواهد حرکت کنیم کن کمر همت بندیم. از همین شب انشاءالله ساعت 8:30 انشاءالله خدا خواهد نماز خدا خواهد تراویح سر می شود. نماز اوسری خوردن برادران تا 10 تا کم 5 10 تا کم 5 نیت کنیم. نیت شرط نکنیم، به نیت روزه نیست. البته شب نیت کنه خورین خدا خواهد انشاءالله. فقط چیکار میکنم من روزه ماه شریف رمضان روزش نیت چند فرض است، شرط است نیت. خدا خواهد نیت هم کنین. خدا خواهد ساعتهای خدا خواهد 4 خیزن انشاءالله به ملال چیکار میکنین انشاءالله دستگیری میکنین به ملال تا 10 تا کم 5 انشاءالله خدا خواهد اوسری خرین انشاءالله بدزوی تیاری بچی نماز انشاءالله خدا خواهد بامداد. خدا فرصت یاد با بیاین در مسجد انشاءالله نماز خونین راحت کنین انشاءالله خدا خواهد. نماز جماعت هم ترک نکن در این ماه خدا خواهد. حرکت کن نمازهای جماعت هم ترک نکنی خدا خواهد انشاءالله. فضیلتش بسیار درجه است، بسیار بلند دارد، مکافات اینم جنت است انشاءالله خدا خواهد. و بعد یک در اعلان است خدا خواهد. ما بیرونای مسجد در اونا زینت داشتیم، لیکن برادرو مثل بچه هاشون نباشیم. دیروز خدا خواهد تازه کردیم هر چیزا نیسته پافتین. ای بس این مسجد است الحمدلله. در اصل این مسجد است. خط کشیده بعضی جا کرده یا والا سیدار در دیولا زده سین خدا خواهد. همین چه خانه تویش کنی، این خانه همه ما شما است، این آب شیدام است. ما فقط نظارش میکنیم خدا 3 تا خودیم
ما شما حق ندارین اینجا خستشین گفتنه نکی نروشی نکنین مجبور اینجا مهم کردن در کار خطا کنین اصلاح کردن در کار چون که صاحب نمیشه همه جا صاحب داره خدا خواهد برای همین خدا خواهد بعضی سارت در تارت خونه ها دیگر جا خدا خواهد خوش رو تارت کنه خوش رو مونه آب دست تارت چاشقا را در جاش مونه الحمدلله شرایط کرد من آبی گرم همه شرایطش هست الحمدلله یا کفشا را خوش بکنه مونین روین خدا خواهد تازه کنه این یک تا خس شمه براری روز قیامت در ترازی اعمال مونده میشه این خونه چقدر میتونی به زبان لیسش دوری پیغمبر یک زن دائم تازه میکرد وفات کردن بر رسول الله به خبر موندن قبرستان که یک قبری اینجا هستن فلان زمان در قبرش جنازه خوندن از خود سندیش نکی دائم رفته چینده میکش مسجد خدا را پیغمبر اسلام در قبرش جنازه کردن از دوستاریش خدا خونه خدا چقدر از خانه بالاش دان از خانه زیباش دان انشاءالله خدا چون این خانه خدا هست انشاءالله خدا خواهد الله میبخشد الله خداش چقدر تازه کنیم همون قدر خسارت میشه همون قدر فرشته در اینجا لک دار بزنن ان شاء الله خدا خواهد و آخر دعوانا ان الحمد لله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته السلام علیکم برادران اهل اسلام اولا حمد و ثنا مر خداوند را بعد از آن درودی به عدد مر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را بعد از آن رحمت خداوندی به پایان باد بر امامان خصوصا امام اعظم صوفی و کوفی و رحمت الله علیه. البته محترم جماعت الحمدلله به خدا شکر به عدد الله سبحانه و تعالی فرصت داد تنی صحت داد خاطر جمع الحمدلله به عدد به خدا بسیار شکرگزار باشیم انشاءالله ما و شما امروز در عرفه انشاءالله خدا خواهد پیشوازگیری ماه انشاءالله خدا خواهد مبارکی انشاءالله رمضان است اینم باشد الحمدلله ما شما عزیزانه خدا خواهد سخنی تبریکاتی ما به سر شما میرسانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام ای ماه عالی قدر السلام السلام ای منبع جود و کرامت السلام السلام ای باعث خیر و سخاوت السلام السلام ای ماه پر لطف و لطافت السلام. هموطنان عزیز ماهی برکات ز آسمان آمد صوتی خوش و قرآن و اذان آمد تبریک به مؤمنان عاشق بوی خوش عطر رمضان آمد همه شمایان را به فرارسی ماه شریف رمضان از صمیم دل از قلب تبریک و مبارکباد گفتم. با شما زندگی با سعادت و فیض و برکات روزگار را تمنا دارم. با همه شما خوشبختی و نیکرویی موفقیت و برار و کامیابی ها در کار و زندگی دل شاد خانه آباد بخت و اقبال بلند وحدت و یک پارچه و تینجی و آرامی آرزومندم به هر یکی ما و شما انشاءالله این ماه مبارک باشد عزیزان من. پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک گفتند کسی که با آمد ماه مبارک شریف رمضان خرسندی اظهار نماید شاد شود غمگین نشود که ماه شریف اومد و ای خوردن و آشامیدن موندم غمگین نشود شادی کند در چهرش تبسم هر یک برادرش انشاءالله تبریک کند. البته یعنی چی میگد ماه شریف رمضان مبارک باشد. شما میتونین انشاءالله همسراتون به این ماه تبریک کنین پدراتون مادراتون خواهراتون دادراتون فرزنداتون بلکه تمامی کل دوستانم به این ماه انشاءالله مبارک باد کنین.
و شاد باشید. پیغمبر گفتن کسی که شادی کند انشاءالله دوزخ برای حرام می شود. دوزخ برای کسی که انشاءالله خرسندی بیان میکند، شادی میکند، الله سبحانه و تعالی دوزخ براش انشاءالله حرام میکند. عزیزی من، رمضان از هفت حرف عبارت است. بزرگان اسلام هر یک حرفش علاهیده معنی داد کردند. ببینید، رزق فراوان، کسی که انشاءالله خدا خواهد این ماه میگیرد، انشاءالله فرمان الله شو به جا میارد، الله رزقش فراوان میکند انشاءالله خدا خواهد. عملهای خوب، یعنی در این ماه میگد عملهای خوب کن، از کارهای زشت و بد چکار کن؟ دور شو. عملهای فقط نیک کردن برادر انشاءالله حرکت کن انشاءالله خدا خواهد. مقصدهای نیک انشاءالله اگر یک ماه روزه از ترس خدا نکن داری، برای ریا نه، برای مردم نه، ولی بعضی ها روزه را خراب شوم، فلان شوم، برای سلامتی میگیرم، سلامتیم خوب شوه، فلان شوه نیست. این فرمان الهیه. الله سبحانه و تعالی فرمان داده برای ما و شما. سوره بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق الله العظیم. راست گفت خدای بزرگ. خدا چی میگه؟ ای آنانی که ایمان آوردین، کسی که ایمان داری روزه در گردن فرض است، به ایمان در فرض نیست. خدا گفت یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردین به یگانگی من و ایمان آوردین به روز قیامت که آمده نیست انشاءالله خدا خواهد. در آمدن قیامت یگان شک و شبهه نیست. فرض گردانیده شد برای شما چنانه که فرض گردانیده بود پیش شما. این برای یک محمد نیست، از آدم کشیده الحمدلله تا خاتم محمد صلی الله علیه و سلم. این روزه هر سال یک بار، یک ماه چی از فرض است، قرض است. کسی که روزه را انکار کند گوید که روزه دروغ است. این روزه برای اکونومیک است، گوید ولی اتیستا است. بدبختا اتیستا چکار میکند؟ این روزه برای اکونومیک، برای سلامتی، برای فلان پیستان. این فرض خدا هست. کی میتونه فرض خدا سرکشی کنه؟ کی؟ کافر میکنه فرض خدا که سرکشی. اگر کافر باشی ضد خدا کار میکنی. این روزه برای یک مانع انشاءالله خدا خواهد. از آدم تا خاتم فرض بود. بعضی هاش در روایت ها خواندم 50 روز روزه میگرفتن. پیش از ما 50 روز روزه هم به دست. الحمدلله الله سبحانه و تعالی به خاطر محمد صلی الله علیه و سلم چیکار کرد؟ ما شما 30 روزش کرد. من پیش از بودنی اثبات میکنم روزه میگه چخل فرض شد. برای چی ما 3 روز روزه میگیریم؟ 2 روایت دارد. یکیش آدم علیه السلام وقتی که الله چیکارش کرد؟ آفریدش در بهترین صورت. ما شما را الله در بهترین صورت کرده است. در تمام مخلوقات روی دنیا بهترین صورت ما هستیم الحمدلله. جنت در آوردش. جنت نگفت همه چیزهای جنت برات حلال کردم مگرم ولا تقربوا الی هذه الشجره، همین درخت گندم در نزدیکی نکن الا گناهگار نشوی. آدم علیه السلام چیکار کرد؟ شیطان دور مد جنت با واسطه مار. دهنی مار نه دور مد، قصهش دراز است، قصه نمیگم. دور مد خلص کلام. یک ماما هوا مادرمون فریب کرد، گندم خوردند. وقتی که گندم ماما هوا خورد مجبورن آدم ده خورد. آدم خوردن بعد آدم خداوند براده در روی دنیا پرتافت. چون که
خدا شرطش مون داد اگر همین در نزدیکی نکنی تو ابدی در جنت زندگی میکنی، ایلا اگر همین کار کنی تو جا چه گفت دوزخه. پرتاب چی باره برا گفت دنیا ده همین 30 روز گندم در شکم پدر مون داده. 30 روز 30 روز نه حلش داده، بعد همین 30 روز در بالای مشمش داده فرض. دویم حجت، وقتی که خدا سبحانه و تعالی انسان آفرید، انسان با علاهیده 3 چیز داد. عقل داد، یعنی شرم داد، ایمان دادش. وقتی که خدا عقل آفرید میگه در بهترین صورت. عقل ما شما رو مخلوقه، نفس مخلوقه، لیکن ما دیدش نمیتونیم، شکل و شمائلش گفته نمیتونیم کدام حالت است کدام صورت است. خدا عقل آفرید میگه، گفتش ای عقل پیشتر بیا، عقل میگه پیشتر 1 متر پیش اومد. عقل گفت عقیبتر برو، عقل عقیبتر برفت. و سوال شد گفت که ای عقل تو کی هستی من کی هستم. خدا سوالش کرد. عقل همان مومنت آفریدگارش چیکار کرد؟ تن گرفت، گفت خداوندا تو آفریدگاری من هستی، من بنده ضعیفی تو هستم. خدا گفت من در بهترین انشاءالله مخلوق نچکا گفت دادم، آدم دادش. من حیوان دا عقل نیست، حیوانات عقل ندارد، نفس دارد، خواهش دارد، فهم دارد، فراست دارد، عقل ندارد. اگر عقل می داشت گوت خدا خدا خونه می برادیم چی گوالی انم خدا خدا تق شد نه زمینک داریم 400 تق همه خوش شروع بریا که راست برا کش که علفای مردم نخری حرامه او بوله همین راست برا همه اطرافا که گندم مخور قتل اومد خوره نمیزند. اگر عقل می داشت این نصیحت عمر چیکار میکرد؟ قبول میکرد. ما رو که خدا عقل داده نصیحت آفریدگار رو باید قبول کنیم. بهترین آفریدگار نصیحت که عقل داریم ما. بعد از این میگه نفس آفرید، گفت نفس گفت پیشتر بیا، نفس میگه جوش نجنبید، عقیبتر برو، گفت نرفت. خدا میگه در غضب شد 100 سال در آتش دوزخ سوختش. دوزخ از پیدایش دنیا های برادرها، از پیدایش دنیا دوزخ جنت همش است. دوزخ در زیر 7م قبت زمین است، جنت در بالای 7م قبت آسمون عرش است. حدیث های صحیح بخون انشاءالله خدا خواهد. بعدی 100 سال برآوردش، میگن فرشته آوردنش، گفت که ای عقل پیشتر بیام، میگه با نجنبید. عقیبتر برو، گفت با نجنبید. گفت عقل تو کی؟ نفس گفت تو کی هستی من کی هستم؟ نفس گفت تو هستی من هستم. با منی کرد. 100 سال دیگر در عذاب گرسنگی مبتلاش کرد، گشنش پرتافت. بعدی 100 سال میگه برمت، وقتی که الله پرسیدش که ای نفس تو کی هستی من کی هستم؟ گفت تو آفریدگاری من هستی، من بنده ضعیف تو هستم. برای همین میگه 30 روز و روزه چی شد؟ فرض شد. باید که ما انشاءالله همون نفس چیکار کنیم؟ آزارش دیم انشاءالله خدا قد، چون که اساس نفس است. اگر نفس نزورت رسد خدا خواهد همین روزه میداری، نرسد چی؟ البته میخریش. انسان خدا 2 نفس داده که عزیزی من، این 2 نفس اگر غالب بیایی این دنیا هم آخرت هم نجات میابی. یک نفسی بالای نافی است اینجا داری، اگر یک نفسی چی است؟ زیری نافی است. اگر رو زیری نافی هم غلبه نکنی هر روز زنا کردن ممکن. همین 2 چیز نمیگه غالب بیایی، اگر انشاءالله نجاتی دو دنیا در شما هست انشاءالله خدا خواهد. 30 روز میگه روزه چی شد؟ میگه بعد از این انشاءالله خدا خواهد فرض شد. شاعر میگه ماه رمضان آمد از سوی بهشت، آید به مشام مؤمنان بوی بهشت. الحمدلله امروز بوی بهشت در مشام ما و شما است. امروز روزه مبارک چپاش گرفت نزد ما آمد. این مهمان است عزیز من، 1 ماهک، 1 ماه ماهی مهمان است.
حرمت چکن، ماه انشاءالله عزت چکن، ماه حرمت بجا بیار، انشاءالله روز قیامت میشناسد. ابو هریره رضی الله تعالی عنه گفتند برای مؤمنان گفتند دو خرسندی است، دو خرسندی، دو شادی است. یکی گفتند نزد افطار، ما خدا خواهد روزه رو میگیریم، بیگاهی چشما گشنه است، بالای میز ما همه این نمودی ناز و نعمت الهی را میکشید، الحمدلله میکشیم، انتظار اخلاقات بامدی معزین میشویم، انتظار انشاءالله فرو رفتن آفتاب مبارک میشویم. الله پرده های آسمون میکشاید است، میگفت از فرشته ها را ای فرشته ها شما گفته بودین که آدم نافرکی، آدم خیلی ناحق میریزد، فساد میکنم، بین امروز فرمانی من منتظر از ترسی من جرأت نمیکنه که یک تک سیبک از گزد، جرأت نمیکنه که یک تک خرما که در دهش اندازد. بی از کی ترسیده؟ از من ترسیده. امروز بندم خداوند به نظری رحمت نگاه میکنه. نزد افطار انشاءالله این سنت از عزیزان من، همسرامون گویم، دخترامون گویم، وقتی خدا خواهد افطار نیم ساعت پیش بالای میز آراسته کنن، انتظار فرمانی الله شد. الله سبحانه تعالی میبیند ما و شما را، خرسند میشید است، الحمدلله، به عدد شکر. چی ناز و نعمت داری دریغ ندار. این ماه خدا خواهد بچیکا چی خواهش داره، دخترکا چی خواهش داره، مهیاش کن. خدا خواهد مایز خر، بادم خر، پیسته خر برای بچیکات، انشاءالله گوش کندشون میکن تا اینکه انشاءالله خدا خواهد دارن قوه حاصل کنن، انشاءالله فرمان خداش کنن، انشاءالله روز قیامت نجات میابی بنده خدا. پیغمبری بزرگوار میگن سخت‌ترین عذاب روز قیامت همان کسی است که عائلش به فرمان خدا میموند، عائلش نمازخواه نمیکند، حجاب دار نمیکند، در ماه رمضان شرایط بطون کرده نمیتید، روزه نمیگیروند. بدترین سخت‌ترین عذاب منتظر است عزیزی من. میموریم، این دنیای چی نیست، دنیا انشاءالله 4 روز است، دنیا 5 روز است، آخر ترک میکنیم اینو میریم پیش الله. این عمل هایی که کردیم جواب میتیم یکا یک. دویم خرسندیش گفتن ابو هریره رضی الله تعالی عنه از پیغمبر نازنین، روز قیامت بنده از قبر میخسته است، روزه بهترین سنت نزد انسان میومده است. میفتست من میشناسی؟ حال عارفونی؟ من میدانی کی هستم؟ مثل میدانم من همون روزه بودم که تو از ترس الهی یک مؤمن حرمت کردی، شفاعتت میکند. دو چیز روز قیامت بغیر از پیغمبرها، بغیر از محمد صلی الله علیه و سلم، دو چیز ادوکت میشود برای شما. دو چیز، یکیش قرآن، انشاءالله قرآن که خوندیم جمعه گذشته درباره صحبت کردیم، همین قرآن روز قیامت شفیع ما و شما میشود، ما و شما را شفاعت میکند. الحمدلله. روزه هم این چنین است عزیزی من، روزه هم روز قیامت انشاءالله شفاعتگری ما و شما میشود. شاعر میگد هر کس که در این ماه دلازاری کند، نبوی بهشت بیند و نروی بهشت. کسی که در این ماه عزیز من مبادا دلازاری کنی، اکت خفه کنی پدرت، مادرت، خواهرت، دادرت، همسایت دلازاری کنی، بوی بهشت نمیابی. میگد بوی رمضان هم مشامت نمیدرد انشاءالله خدا خواهد. عزیزی من اسلام دین دلازار نیست. ما میگیم که در عرفیت از دلازار الله بیزار. کسی که انشاءالله دلازار میشود الله هم بیزار میشود. وقتی شاعر میگه دل به دست آور که حجی اکبر است، یک دل به آزار از هزاران کعبه بهتر است. کعبه بنیاد خلیل آزر است،
است، دل نظرگاهی جلیل اکبر است. عزیز من، خدا دل شما میکنه. ان الله، حدیث قدسی خدا میگه ان الله لا ينظر الى صوركم و اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و عملكم. خدا میگه شما را صورتتون نمیدیده است، مالتون نمیدیده است، $100,000 داریم، بلکه دل شما رهتین سفیدانه، عمل شما. عزیزان من، دل نظرگاه جلیل است. عملی که خدا خواهد میکنی، خدا خواهد چی خوب و چی بد، همین عمل تا الله میبیند انشاءالله. خدا خواهد الله خدا خواهد نظرش در دل ما و شما است. این دل ظرف ایمان است. عزیز من، پیغمبر بزرگ که دل شما کافر نکنه. تمام اعضا، دست و پای و چشم و گوش و بینی و دهان، وقتی که در بامداد میخستین، ما شما از مرگ میخیزیم، از یک مرده بیدار میشیم. خواه دادر مرگ است. عزیزان من، روز قیامت در جنت مرگ نیست، خواب نیست در جنت. همه اعضا مراجعت میکنند به سوی دل. ای دل میگوید اگر تو توری باشی ما توری میشیم، اگر تو کج باشی ما کج میشیم. مراجعت میکنند دل. نه این دل انشاءالله خدا خواهد درست کن، دل انشاءالله خدا خواهد ظرف ایمان کن، دل آزاری نکن. پیغمبری بزرگوار گفتن من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدیث صحیح. عزیزی من، کسی که میگه ماه رمضان از روی ایمان، از روی امید ثواب، از روی امید رحمت پروردگار اگر دارد، برای رکلام نه، برای خود نشونته، گفتم که برای سلامتی نه، بلکه برای الله اگر دارد، خدا تمام گناه گذشتگیتون مغفرت میکنه انشاءالله. خدا شما بعد یک ماه مثل از مادر چکل که تولد میشین بے گناه، انشاءالله همچنان الله گناهتون پاک میکنه. اگر یک ماه پست چکو کنیم داریم انشاءالله. خدا خواهد یک ماه فرمان الهی بجا بیاریم. این امتحان است عزیزی من، امتحان میکنه الله. من در سرطان یک امتحان میکرد، طوری نی که نی روزه میداریم، نه در تیر ماه یک امتحان میکرد، در زمستان امتحان میکرد، امروز در فصل بهار امتحان کرد. در 35 سال خدا خواهد اگر خدا عمری که 80 سال عمر تیاد، 2 باری انشاءالله خدا خواهد میگیرید. 2 بار در بهار، 2 بار در تابستان، 2 بار در زمستان، 2 بار انشاءالله خدا خواهد چی در زمستان میگیری، چون که 35 سال دور میزند. اگر خدا عمر تیاد نه، و اگر عمر خدا خواهد قلیل باشد، بلکه در 2 فصل میبینی، 3 فصل میبینی که خدا عمر داده شد، همون قدر عمر کتیم. البته این امتحان است، خدا نگفته است. و اتیستا میگن که این روزه برای اکونومیکای، این روزه خدا خواهد تو داریمی نداریمی، دنیا نعمت بسیار میشه کم میشه، روزه فرضش فرض است. آره نشه. خدا سبحانه و تعالی یا پیغمبری نازنین نگفت است که گشنگی شاید روزه تخور، هوا گرم شاید روزه تخور، زمستون خنک شود روزه تخور. دلیل نیست در اینجا. میگیری خواه گشنگی میشه، خواه سیری پری میشه، خواه انشاءالله کم بودی میشه. فرمانی الله میکنی انشاءالله. خدا خواهد با خدا را بکن. در قرآن عظیم شان میگه بعض آدم ها را خدا هم با چی داده گیه انشاءالله خدا خواهد شانس داده گیه. من مسافرم وقتی که سفر میبری حق داره انشاءالله خدا خواهد 5 روز سفر دوام میکنیم، 10 روز دوام میکنیم، روزت میخریم. یا کسایی که زیاد شونده است روزش میخرد، یا پیر مردا و پیر زنهایی است که شیخ فانی میگن اینا وقتی که روزه گیره اگر خود چه اداره کردن نتونه، اینا هم اجازت است. حامله دارایی که حامله دارن انشاءالله خدا خواهد برای حامله داریش اگر ضرر داشته باشد روزش، و این هم اجازت است. شریعت چیزی خوب و نیست. خدا همیشه چی است؟ مهربان است انشاءالله. خدا خواهد خدا همیشه خدا خواهد انشاءالله برای ما و شما مشفق است. کسی که نکتانی و خدا خواهد نگیری الا گناهگار هستی. برای یک روز
دستان خوردن میدانی 60 روز 61 روزه میگیری. جزاش این است. اصلی توش یعنی روزه در شریعت هو ترک الاکل و شرب و الوطء من الصبح الى المغرب. معنیه امام اعظم رحمت الله علیه در مذهب اهل سنت و جماعت، مذهب خلافت امام اعظم ده، روزه از چی عبارت است؟ از ترک کردن خوردن، افقات النون. دویمش ترک کردن چی؟ آشامیدن آب، چون که انسان تشنه میموند بسیار. دویم ستیش. سوم خدا خواهد بازن یک جای شدن، جیما کردن از صبح صادق تا نماز شام من است. بعد نماز شام مرحمت قوتت باشه انشاءالله خلاقت جاگه خوابیت کردن که با سهر روزت دار. این بالکل من گفته که جاش نیست. سوره بقره را خوان انشاءالله خلاقت. فقط دا همین دور. حتی میبینید موسفیدان اسلام یک شهر دادگی، من مذهب ما شما ده موسفیده که انشاءالله خدا خواهد پیرسالی است، زنش بوسه کردنش در ماه رمضان مکروه نیست، نه که جوانا مکروه است. برای چی؟ چون که پیرکی کن حالش تعیین خواهد برای هم یک بوسه کرده سهر خش کرده مسجد بیا اگر خدا خواهد با نور بالای نور بوسه کنه زناتون. چه زن بوسه کنن شهر میداری مسجد میاییم سفر میکشه بیا زنم یک تا بوسه هم که من بوست کنم، این سنت است. خیر خوش کن، لیکن جوانا را در ماه رمضان من کرد از شریعت، سبب که به یک بوسه بابام رسوا کنه برای با همه برای خدا خواهد برای مسفیدا یک شانس. الحمدلله بین عادی است شریعتی ما و شما، فقط نمیفهمیم. بعد خود یک کوه هاری برای ما و شما نشان میتید، کوی یک خودی میگشتگی واری. ششصد و هفتاد و هفتم حدیث عزیزی من ماه رمضان اکثر تو روزه میگیره، این سه اعتبار که چون که اکثر عمر ما در بالای تلفن خواب است. داریم نیکی در ماه رمضان کنایه فحش و فاحشه حرام است دیدنش، روزت میشکند. در کتاب 101 حدیث 677 حدیث نه چی میگه؟ اینا لیس صائم من الاکل و الشرب، میگه روزه فقط از خوردن و از آشامیدن من شده نیست. فقط نخوردی نه آشامیدی جیما کردی شده کن تمام گفته که جاش نیست. میگه انما الصیام من اللغو و الرفث، میگه روزه میگه از کارهای لغو و از فسق و فساد و سخنهای نادرست گفتن روزه گرفتن روزه است. میگه باید که روزه‌دار حقارت نکند، از دهنش سخنهای فحش و فاحشه نریزد. عزیزی من حقارت نکنی انشاءالله خدا، نه در روزه بلکه بیلون از روزه هم حق نداری. مادر و خواهر و فحش و فاحشه کلماتی حقارت اگر در روزه کنی لیس روزه و روزه نیست. میگه دهنت هم باید که روزه گیرد. عزیزی من چشمات روزه بیند که زنهای لیچه نبینی در تلفنت. برای وقتی زنانی بالکل عمرت بالای تلفن خواب نکن، بالای قرآن خواب کن. من قرآن انشاءالله ختم کردنش در ماه رمضان سنت است. اگر همین کیری خدا خواهد اسپر نمیکنی، هرچند حرکت کنی، اگر یک بار میتونی خدا خواهد شب و روز اگر در بالای قرآن شینی قرآن ختم کردم که الا همین وقت نمیرسد. لیکن تلفن در کنای فحش فاحشه دخترکا بلا بدتر چشمت روزه گیرد، گوشت روزه گیرد، دستت روزه گیرد، پاد روزه گیرد. شاید صدقات فطر بلاردگی است. دورمی آخری ماه رمضان شد همون چیکار میکنیم؟ صدقات فطر میکنیم. پیغمبری بزرگوار میگن که از صدقات الفطری کل حمامی، صدقات فطر شما میگن مثل بانی است، حمام است. خیلی که آدم میدرد در حمام تمام چیرک و تازه میشوید، همین روزه هم صدقاتش انمو چیرکای روزت تازه میکنه. همدین؟ گاه خد غیبت بکنی، گاه ها چشمت گناه میکنه، گاه ها گوشان، گاه ها به وقت میخیزی، گاه ها یکی خورده میمونی. همین نقصانایی چیه؟ روزه را بود میکنه که صدقات فطر است. برای هوای این صدقات فطر همه خورده نمیتوند. این
صدقات فیت که مسجد ساخته نمیشود، کوپروک ساخته نمیشود، برنیسه ساخته نمیشود. این مخصوص هفت خرنده دارد. انا اون نمیتیش خدا خواهد روزت خدا قبول میکند. فإن صابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. مبادا میگه به یک جنجال کردی، به یک نادان آدم که تی اومد دست بگیره بان شد، میگد یک تا جواب گو، میگد بجای اپتا و خوارتا فلان نیو انا صائمون انا صائمون، من روزه دارم من روزه دارم. گو میگه سکوت که برا انا جوابی احمقا. مبادا اگر احمق اومده به تو دست گیره بان شود، جوابش این است انا صائمون انا صائم، من روزه دارم. گو میگه سکوت که برا. کسی که اگر روزه میگیره با از دهنش فحش میریزد، روزه نیست. من دلیل دارم. من حدیث 677 حدیث مراجعت کن انشاءالله. اگر باور نکنی میتونی مراجعت کن انشاءالله. خلاقت خب برای همین ما و شما الحمدلله چیکار کنیم؟ روزه رو در وقتش داریم. میگه جنت 4 کس عاشق است. میدونی جنت 4 کس عاشق است، مشتاق است، انتظار است که 4 گروه بیا میگه نزد من بیا. یکیش انشاءالله محترم جماعت روزه داران ماه شریفی رمضان. کسی انشاءالله خدا خواهد روزه رو با پاکی میداری انشاءالله خدا خواهد پورا انشاءالله 30 روز خدا خواهد. گاها 29 می شود، گاها 30 می شود انشاءالله. این حق است. گاها کسر میکند، سالای می شود 29 روزه می شود، 30 روزه است خدا خواهد انشاءالله. همینه که گرفتی انشاءالله خدا خواهد جا جنت است. دویم کسی که محتاج بود از جنت عاشق، کسانی که گرسنگان سیر میکنند. این ماه رمضان ماهی چی است؟ خیر و سخاوت است، ماه احسان است عزیزی من انشاءالله خدا خواهد. مبادا روزه کشا کنی همین بیچاره را گو، همین کمبغلکا را بیچاره ها را برای بای ها خداوند وظیفه خیر کرده است. نفقه کمبغل ها در بالای بای ها است عزیزی من. مبادا اگر روزه کشا کنی الحمدلله یک اون کمبغلکای محلت بگو انشاءالله خدا خواهد یک روزه کم سیر شوند یک بخت. چون اسلام فقط طرفدار سخاوت است. عمر عادل بن عمر 125 دولت نه پرزیدنت میگه در بالای خرما خواب برگگاه خرما در تش یک چپان داشت، 12 یماق داشت. ولی ما شما خیلی چپان ها پشت هستیم با ندوال نیم، بیچاره نداشت. بعد پاشای میگه آذربایجان میگه یک مخصوص حلوا میفرستند، حلوا مخصوص. این سیوم وزیری چی؟ محمد علیه السلام میفرستند. میگه میآید مدینه میکوبد که کجا خونه یک زیبا باشد. حضرت هیچی نداشت. گفتن همین عمر در کجا باشد؟ گفتن عمر آن زیری خرمان در بالای خواه بس بیچاره. برفتن که بیچاره حیران شد، گفت که اینو 125 دولت نه پرزیدنت انشاءالله جای خواب شدی، نه دچه دارد، نه در بانک ها شویتزاریا تیلا دارد، نه پول دارد، نه در دوبای خانه دارد. مثل امروز راهبرای ما شما در راهبر شد، در راه چکار میکند؟ انشاءالله دوبای فکر میکند. در راه خدا خواهد 10 ساله زندگیش فکر میکند. بعد شیخ ماشین میخرد، بانوی اچهش و خاله و باش تمام سه گرفته زیر کار میموند. و سلام داد، میگه السلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام. گفت بچه جان بیا. گفت چی اومدی؟ گفت همین حلوا آوردم. گفت حلوای تر. حتی از کجا اومدی؟ گفت من از آذربایجان اومدم، همین حلوا را فقط شاهی آذربایجان میخورد، دیگه هیچ کس نمیخورد. حضرت عمر یک جواب داد، قسم به خدا گفت اینجا مردم گشنه بسته و عمر حلوا خورد. مردم در اینجا گفت محتاجی، گفت نام بسته و عمر از گلونش حلوا گذاره.
قسم به خدا گفت رفتم شاتگو اگر دویم بار تکرار کنه کلش میگیرم رفته بر حلوا بیچاره کنته. انا راهبری دین، انا اسلام، انا اسلام راهبردارش. امروز راهبرای ما شما نیست الله و تاراج کند بیچاره کم بغلان امروز حکومت جناب عالی پول برآورده دزدیده خورده سیانش. ای خدا نمیترسن ولی خدا خواهد این عذاب دوزخ میخوری ولی محکمه سود الهی نه جواب میدی. حقیقت لذت برد بر قامت گلو گیر باشد روزی قیامت. روزی قیامت گلو نکتم میگیره انشاءالله. ولی دنیا لذت میبری لذتی خدا خواهد انکرو سوار میشوی جیب سوار میشوی فقط تو سوار میشون کم بغل روز قیامت انشاءالله. نزدی محکمه سودیش نباید میبینی ولی احوال تا خدا ترس حق گذاری کن در این دنیا. تلخی جان کندن از مال مردم میشنست عزیزی من. بزرگی گفته است دانه گندم از سبزه زمین می شود، تلخی جان کندن از مال مردم می شود. خدا خواهد 2 ماه 3 ماه جون تا میکنه ولی انشاءالله. حقیقت خوردن گیر جان تیز نمیتی. الله نگه داره. بعد میگه شاعر میگه پرهیز کن از حال مردم. ای دوستی خدا پرهیز کن که در پیش عذاب سخته ولی الله نگه داره انشاءالله. خدا خواهد ما و شما هم خدا خواهد از این نفسی بدبخت از این نفسی اماره ما هم انشاءالله همچه اگر راهبری هم جسیم خدا نگه دارد که دنی مالی مسجد نخریم فقط جواب تیم. ما هم جواب میتیم مالی مسجد هم مالی شماست. ما اگر ناجویه صرف کنیم ناجویه حرکت کنیم ما هم جواب میتیم انشاءالله. و زده میبرد روز خدا خواهد دعوا میکنین شما از بالای ما. الله نگه دارد عزیزی من. آدم این گرسنگان سیر کن انشاءالله خدا خواهد. و یکی میگد باز سیومش زبانش از چی؟ از انشاءالله خدا فحش و فاحشه نگه میداشتگیارم جنت مختار بدست عزیزی من. جنت عاشق شما هستن انشاءالله. کسی که در دنیا انشاءالله زبان شیرین دارد. اهل دوزخ 4 نفر نمود دارد. یکیش دوزخیاش زبان میگه فحش دارد فاحشه دارد از زبانش میگه مردم آزار میتید. الله نگه دارد انشاءالله خدا خواهد. الله سبحانه و تعالی بینین در جنت برای شما الهیده یک دروازه دارد روزه دارد. دلگیر نشین الهیده. پیغمبری بزرگوار گفتن این فی الجنت باب یقال له الریان لا یدخلون الا صائمون فی شهر رمضان. روز قیامت برای روزه‌داراش الله سبحانه و تعالی الهیده یک دروازه است. دروازه ریان گفته که دروازه اند شما داخل میشید. ابو هریره حدیث روایت کرده. ابو هریره گفتند روز قیامت ندا کرده میشه که این الصائمون من امتی محمد صلی الله علیه وسلم. کجا هستند اون روزه‌دارای امتی محمد؟ همه روزه‌دارا لبیک گفته میخواستن ما هستیم بیای مفته بیای جات دروی لا یدخلون یگان دیگر کسی ره نمیدادی. دیدین برای شما مخصوص الله سبحانه و تعالی یک جای تیار کرده است. جا تو امروز شدست است. وقتی که روزه رو میگیری خدا خواهد برای شما قصر میشود. برای شما انشاءالله باغ‌ها میشود. ابو هریره حضرت پیغمبر دیدن که مثل ما و شما امروز بهار شده است درخت کاری نست است. کوچه هاشون خانه هاشون زیبادن. گفت که یا عمر گفتن یا ابو هریره گفتن آیا من گم یک کاری که اگر همین کار کنی برای تو در جنت درخت میشنونن.
گفتن چی هست یا رسول الله؟ گفتن که سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر بگو. گفتن با کلمه مجرد تمام کردنت با فرمان الله، فرشته ها گفت چیکار میکنن؟ درختت میشنانن، بخت زیب میتن انشاءالله. خلاقت از این کلمه نمون، دائم کلمه را ذکر کن، دائم سبحان، دائم به یاد الله باش. پیغمبر بزرگ شب معراج دیدن که در جنت قصر ساخته است، فرشته ها یک دم گرفتن. حضرت جبرئیل برادرش و قطی بود، چون که رسول الله شب معراج سیر آخرت تمام همش نشون دادگی الله. جنت دادش، دوزخ دادش، نشونش داد. دوزخ خبر دادگی که کار کنی دوزخ میری، حق و راسته. کسی که این کار میکنه کافر میشه. گویی که دوزخ دروغه، این عذاب دروغه، گویی جنت دروغه، گویی خدا نگه دارد. به یک دهن کلمه ایمان تمیتی، به یک دهن کلمه ایمان از دست میتی عزیزی من. خدا نگه دارد. دیگه دید که فرشته ها خونه ساخته سیان، یک گشتش از طلا، یک گشتش از نقره. سوره الرحمن تفسیرش خون، زیباگی جنت تمام. دخترای هی که میگد ولم یطمثهن انس ولا جان. خدا میگه که روز قیامت همیشه زنها من آفردیم که نه انسان نه جن را کپیدگی هست. مثل شما شوکرگی دخترها نیست، بیوه نیست و یا ارگینال دخترها هستن انشاءالله. میگه برای مردهای مسلمان خدا 70 دختر میتید، دلگیر نشو. این مکافات نبراش از خدا ترس در این دنیا. برای مکافات سزاوار شدن فرمانی آفرده ایتا بجا بیار انشاءالله. خدا قدچی است در پیش از مکافات. برای این وقت هم شد است انشاءالله. خدا خود در آخر به یک غزل صحبت امروزه با پایان میرسانیم. الحمدلله خدا خود امشب همه خدا خود ازبکستان زمین در ترابی می شود انشاءالله. خدا خود ترابی ها سر شد، چون که پگم ماهی مبارک انشاءالله. خدا خود دویم تسلا همه پگه روزه میگیریم انشاءالله. خدا خود خدا اگر فرصت یا نموریم تا سهره انشاءالله. خدا خود امشب ترابی می شود. خیلی که ما وعده کردیم که در مسجد ما هم ختم قرآن میشدگی بود، افسوس که قاریمو بیمار شده است. الحمدلله یه گپ زدم، گفتن سرم از در نمونده است. انشاءالله من با قاضیت مراجعت کردم انشاءالله. خدا خواهد 15 روز آخرنده قاریان میان انشاءالله. خدا خواهد این 15 روز خدا خواهد با قاری خدا میگذرونیم. الحمدلله امروز قاری خدا ما هستند. 3 پاره و 5 پاره تیور کردگی باشد امشب همه صف میزنی. از سوره بقره کشیده خدا خواهد چند پاره بدونی نوبت که دیگه گذشتن میگیری خدا خواهد انشاءالله. چی مایده کسی کلون هستی فرق ندارد. تیار میشین امسال خدا خواهد. من یک ماه است برادر وظیفه دار که بودم که قاریات تیار کن. الحمدلله تیاری میگن. خدا قوت تو تیا خدا خواهد انشاءالله. 15 روز با قاری خودمون مشق میکنیم انشاءالله. 15 روز آخر انشاءالله خدا خواهد قاری اومده چیکار میکنن؟ البته ختم قرآن بشه. اگر علاج نباشم از دیگر قاری هم استفاده میبریم. من خود در پیش میشم، چون که یک بار قرآن ختم کردن فرض سنتی پیامبر است علیه السلام. این فیض است، برکات است انشاءالله. خدا خود من امشب انشاءالله تمامی روی دنیا که انشاءالله مسجد ها هست بلبلای محمدی امشب چق چق میکنن. بیا خدا خواهد در تراوی با یک محبت بس. این غنیمت است. تو امروز وقت را غنیمت شمار که فردا ندامت نآید بکار. تا سال دیگر کی مرده کی زنده انشاءالله. خدا خواهد ما همه شرایطات رو آماده میکنیم. برای بیمارها انشاءالله ستول تیار میکنیم. دلگیر نشو. نتانی یا باز بخون خواه رفته خون اجازت میتیم اگر عذر داشته باشیم. مرحمت امشب انشاءالله خدا خواهد 1 ماه ما در خدمت شما هستیم. چی انشاءالله کمبودی ها باشد میتونید مراجعت کنید انشاءالله. خدا خواهد ما در خدمت شما هستیم. ما یک خادمی خدا خواهد مسجد ما امام نیستیم، ما یک خدمتگار برای الله هستیم. الله مناسب بدست من شکرانه میکنم که با شما هر هفته هم صحبت میشم. با شما عزیزان تماس میگیرم. با شما عزیزان امتای محمدی هم صحبت میشم. الحمدلله تا جون دارم در اسلام خدمت میکنم. پیش الله وعده میتیم خدا 5 سال دیگر عمر دارم، 1 روز دیگر دارم، 1 سال انشاءالله خدمتی الله بجا میارم.
خدا را دوست می‌دارم، محمد را دوست می‌دارم. والله بندم گفت دمی مردنم کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله کتی جان تیم. این فخری ما و شماست. الحمدلله دائم ذکر کن، دائم در یاد الله باش. انشاءالله خدا خواهد الله مهربان است. یک غزل است انشاءالله قرائت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روزداران خوشا بر حالتون، عرش آن در حسرتی اقبالتان. روزداران ای خوشا بر حالتان، عرش آن در حسرتی اقبالتان. روز تکلیف برای انبیا، ترک آسی بندگی فخری ماست. روز تکلیف برای انبیاست، ترک آسی بندگی فخری ماست. شأن هر مومن نباشد این مقام، مسلمین بس بر شما باشد سلام. شأن هر مومن نباشد این مقام، مسلمین پس بر شما باشد سلام. صف به صف آید ملائک سویتان، تا که لذت ها براید از بویتان. صف بر صف آید ملائک سویتان، تا که لذت ها برن از بویتان. روز بو میکنی، حتی که بوی دهنی ما و شما نزد الله هم از عطر و مشک و عنبر نه بالا میستاده است. انسان که کار کنه تش نموند بوی سوختگی میبرد نزد مردم، نیکی نزد الله چی برست؟ از مشک و عنبر هم بالا میستاده. انشاءالله خدا خواهد هر بوی خوش میکنی الله راحت میکند، فرشته ها راحت میکنند. صف صف در تماشای ما شما است. انشاءالله وقت هم شده است عزیزی من، خدا فرصت یا نصیحت باشد جمعه دیگر انشاءالله خدا خواهد با عزیزان هم صحبت میشیم با انشاءالله سخنی خدا و پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله علیه وسلم. خدا خواهد بس هم شما رساندن حرکت میکنیم، لیکن هممون خدا خواهد حرکت کنیم کن کمر همت بندیم. از همین شب انشاءالله ساعت 8:30 انشاءالله خدا خواهد نماز خدا خواهد تراویح سر می شود. نماز اوسری خوردن برادران تا 10 تکم 5 10 تکم 5 نیت کنیم. نیت شرط نکنیم، به نیت روزه نیست. البته شب نیت کنه خورین خدا خواهد انشاءالله. فقط چیکار میکنم من روزه ماه شریف رمضان روزش نیت چند فرض است، شرط است نیت. خدا خواهد نیت هم کنین. خدا خواهد ساعتهای خدا خواهد 4 خیزن انشاءالله به ملال چیکار میکنین انشاءالله دستگیری میکنین به ملال تا 10 تکم 5 انشاءالله خدا خواهد اوسری خرین انشاءالله بدزوی تیاری بچی نماز انشاءالله خدا خواهد بامداد. خدا فرصت یاد با بیاین در مسجد انشاءالله نماز خوانین راحت کنین انشاءالله خدا خواهد. نماز جماعت هم ترک نکن در این ماه خدا خواهد. حرکت کن نمازهای جماعت هم ترک نکنی خدا خواهد انشاءالله. فضیلتش بسیار درجه است، بسیار بلند دارد، مکافات اینم جنت است انشاءالله خدا خواهد. و بعد یک در اعلان است خدا خواهد. من ما بیرونای مسجد در اونا زینت داشتیم، نکن برادرو مثل بچه هاشون نباشیم. دیروز خدا خواهد تازه کردیم هر چیزا نیسته پافتین ای بس این مسجد است الحمدلله. ترسمین مسجد است خط کشیده از جا کرده یا والا سیدار در دیولو زده سین خدا خواهد. همین چه خانه تویش کنیم، این خانه همه ما شما است، این آب شیدام است. ما فقط نظارش میکنیم خلاص سه تا خودیم. ما شما حق نداریم اینجا خسته شین گفتنه نکی نروشی نکنین مجبور اینجا ما همه کردن در کار، خطا کنین اصلاح کردن در کار.
چون که صاحب نمیشه، همه جا صاحب داره خدا خواهد. برای همین خدا خواهد بعضی صورت در طهارت خونه ها دیگر جا خدا خواهد خوش رو طهارت کنه، خوش رو مونه، آب دست طهارت چاشقا را در جاش مونه. الحمدلله شرایطی کرده من آبی گرم محمد شرایطش هست الحمدلله، یا کفشا را خوش بکنه مونه روین خدا خواهد تازه کنه. این یک تا خس شمه براری روز قیامت در ترازی اعمال مونده میشه. این خونه چقدر میتونی به زبان لیسش. دوری پیغمبر یک زن دائم تازه میکرد، وفات کردن بر رسول الله به خبر موندن، قبرستان که یک قبری اینجا هستن فلان زمان در قبرش جنازه خوندن. از خود سندیش نکی دائم رفته چینده میگشت مسجد خدا را. پیغمبر اسلام در قبرش جنازه کردن. از دوستاریش خدا خونه خدا چقدر از خانه بالاش دان، از خانه زیباش دان انشاءالله خدا، چون این خانه خدا هست انشاءالله خدا خواهد. الله میبخشد. الله خداش چقدر تازه کنیم همون قدر خسارت میشه، همون قدر فرشته در اینجا لک لک دار بزنن انشاءالله خدا خواهد. و آخر دعوانا الحمد